روزگاری شیر گرسنه شد و به روباه گفت یه چیزی برام بیار بخورم وگرنه خودتو میخورم. روباه رفت پیش الاغ و گفت شیر میخواد تو رو پادشاه کنه، بیا بریم. الاغ که اومد شیر بهش حمله کرد و یکی از گوشاشو کند، ولی الاغ تونست فرار کنه. اون به روباه گفت تو منو گول زدی، شیر میخواست منو بکشه. روباه جواب داد نه بابا، گوشتو کند که بتونه تاج پادشاهی رو بذاره رو سرت، بیا برگردیم. الاغ باورش شد و برگشت. این بار شیر بهش حمله کرد و دمشو کند. الاغ بازم فرار کرد و به روباه گفت تو دروغ گفتی. روباه جواب داد شیر دمتو کند که بتونی راحت روی صندلی پادشاه بشینی، برگرد بریم. الاغ برای بار سوم گول خورد و برگشت. این بار شیر فرصتو از دست نداد و اونو کشت. نتیجه اخلاقی: گول حرفای قشنگو نخور. کسی دلش به حالتو نسوخته که بخواد تو رو به جایی برسونه. الاغ به خاطر اینکه واقعیت جلوی چشمشو نادیده گرفت و بارها دروغو باور کرد، آخرش جونشو از دست داد.